این مادر نزدیک به 2 ماه است که آمدن دخترش را انتظار است. دختر 22 ساله او 13 اکتبر از خانه شوهرش بیرون شده تا حال از او درکی نیست. او باری آخر 2 ماه پیش با دخترش تلفنی صحبت کرده است و با همین درباره او چیزی نمیداند. میگفتم بچه جان نقض زندگی سوزه من میگو اپا مالی گفتم میگم اهمیت نمیتونم میگو من اپا میگو مالی سرت خم چیزی که میگن سرت خم کن است گناه من بود بردم زندم موند. روزیگل محمد سعید دختر این زن 3 سال پیش با جوانی از همسایه ده ازدواج کرده 2 کودک دارد. این خانواده ادعا دارند که دخترشان در خانه شوهر پیوسته آزار و اذیت میشد. یه بار اومد همینجا چیز قطعی همسایه شتگی بودم اومد صرف کسی گفتم چه کاری بچه جان با گفت چینه که خوشتومن از گفتم خیلی گفتم این چه حالا صرف گسی قسیو اینجا سیاه گردنش کندگی با گفت با من دختری تو در نامیتیم در پدر محکمه گفت با نام خدا منو همسایه من بودم با کدام منو جنگ کرد نه خودم گفتم خیلی کنی گفتم خیلی میکنم سکی است. در حالی که والدان روزیگل از زندگی سخت دخترشان در خانواده شوهر شکایت دارند، شوهر او در یک تماس تلفنی جستجوی او را تصدیق کرد ولی گفت سبب بی‌درک شدن همسرش را نمی‌داند. من باید نداشتم چون این کار کردم نمیدونم در کار من برام رفت. شوهر روزیگل در حالی از مناسبت خوب خانواده با همسرش صحبت می‌کند که والدان دختر می‌گویند دخترشان بارها از خشونت و بدرفتاری از سوی خوشدامنش به آنها شکایت کرده بود. آنها میگویند از خشونت نسبت دخترشان حتی ساکنان محله هم خبر داشتند. اما رئیس محله که روزیگل در آنجا زندگی میکند برعکس در بی‌درک شدن او خانواده پدرش را مقصر میدانند. ما صنف 11 را تمام کرد سراز آمدن من دادم شانه رفت. دختری ما یگام جا گم شدگی نیست. شهر را نمیدانست. دختری دیگه بود. حاضر تهمت کرد رسان. جستجوی روزیگل تا این دم به نتیجه بوده است. بی‌درک شدن مادر 2 فرزند که به ادعای والدانش در خانه شوهر عذاب داشت در شب و روز رسانه می شود که در تاجیکستان معرکه 16 روزی علیه خشونت نسبت زنان ادامه دارد. زلیخا عثمانова پژوهشگر مسائل زنان میگوید تا زمانی که کلین‌های خانواده را مثل فرزند خود قبول نمی‌کنند زندگی کلین و خوشدامن زیر یک بام آسان نخواهد بود. کلین رو لطکوب میکنند هم شوهرش هم خوشدامنش. این تماما از روی انصاف نیست. این رو باید ما از بین بریم. پرسش‌ها در تاجیکستان نشان دادند که بیش از 70% مردان و زنان در تاجیکستان باور دارند که زن باید به خاطر حفظ عائله خشونت را تحمل کند. بر اساس آمار رسمی دوام 1 سال گذشته نزدیک 3,500 زن از زوراوری در خانواده شکایت کردند. این آمار نسبت به 1 سال پیش 1000 حالت بیشتر بوده است. حالا خانواده روزیگل امید دارند او در هر کجای هست به نزد کودکانش برمیگردد. کودکانی که هنوز از بی‌درک شدن مادر خبری ندارند.